سلام و درود، خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. امیدوارم حالتون خوب باشه. موضوع این ویدیومون بیشوهرترین کشورهای دنیا است. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. اولین کشور استونیه. این کشور به جزیره زنان معروفه. بیشتر دخترهاشون مجردن و اونهایی که ازدواج کردن هم میگن مردهامون همش میرن ماهیگیری و فرقی با مجردها نداره. کشور بعدی کشور اوکراین هستش. بیش از 60% کشور اوکراین رو زنها تشکیل میده و لقب جذابترین کشور برای مردان رو داره. کشور بعدی کشور روسیه هستش. روسیه به ازای هر 1000 مرد 1540 زن وجود داره. ازدواج با دختر روسی این مزایا رو داره: گرفتن تابعیت روسی، استخدام در شرکت‌های بومی روسیه و استفاده از خدمات درمانی و بیمه کشور. کشور آخری کشور ایسلند هستش. به دلیل کمبود مرد در این کشور، دولت اجازه ازدواج با مردان مهاجر رو به زنان این کشور داده. گرفتن تابعیت این کشور، امکان کار بدون داشتن مجوز، استفاده از خدمات درمانی. خب به پایان ویدیو رسیدیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا یار و نگهدارتون.